مدینه ناظمی هر روز با همزبانان دیگرش در نزد کنسولگری چین در استانبول به ضد سرکوب این اقلیت در زادگاهشان اعتراض می‌کنند. 4 سال است که از حال خواهرم هیچ خبری نگرفتم. شنیدم که مقامات چین او را به اردوگاه بردند و 2 سال پیش جواب دادند. بعد سال 2019 او را با اتهام جدایی طلبی دستگیر کردند چون در دانشگاه ترکیه تحصیل کرده است. ترکیه 10 سالها به پناهجویان اویغور حقی پناهندگی داده است، از جمله به آنهایی که چین به تروریسم متهم می‌کند. از بس که پارلمان ترکیه سازشنامه استرداد با چین را بررسی می‌کند، حامیان حقوق نگرانند که پناهگاه امن اویغورها زیر خطر می‌ماند. اگر پارلمان سازشنامه را تصویب کند، ترکیه عهدهدار می شود ناوابسته از آن که جنایت کسی ثابت شده است یا نه او را به چین بسپارد. سازشنامه هم در زمان تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی ترکیه و چین به امضا رسید. چین تامینگر اساسی ترکیه با واکسن به ضد کووید 19 است. تأخیر در انتقال واکسن ها را یک وسیله فشار چین برای تصویب هرچه زودتر سازشنامه استرداد در پارلمان ترکیه خواندند. از بیم قبول سازشنامه یکی از رهبران اویغورها برای جلب حمایت جامعه ترکیه به شبکه‌های اجتماعی رو آورد. سید تومتورک میگوید واکنش ها مثبت بود. واکنش های بسیار مثبت بود که ما را خوشحال کرد. برادران ترکی ما به خانه های همسایه های اویغور خود رفته و گفتند این قانون در ترکیه نمیگذارد و ما با شما هستیم. اگر قانون را قبول کنند ما را هم باید با شما به چین بسپارند. مگر از این حمایت بیشتر می شود؟ مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه که ظاهراً از حمایت جامعه کشورش از اویغورها آگاه است گفته است هیچ یک از آنها را به چین نمیدهند. ولی چنین وعده ها ترسی اویغورها را کم نکرده است. به سبب همکاری های افزاینده اقتصادی و تکنولوژی با چین به فکر من دیگر ترکیه آشکارا به اویغورها کمک نمی کند. تا کنون ترکیه یکی از قوی ترین حامیان اویغورها بود، ولی اکثریت آنها حالا بیم دارند و میترسند که دیگر این کشور منافع اقتصادیش را بالاتر از حقوق آنها میگذارد.